شرکت ایرانیان موویز اولین و بزرگترین پخش کننده نوارهای ویدیو، CD و کاست های ایرانی بر روی اینترنت از سراسر دنیا سفارشات شما را برای تهیه بهترین فیلم های قدیم و جدید سینمای ایران، CD و کاست های موسیقی خوانندگان می‌پذیرد. فیلم های خاطر انگیز، نخیر آقا نخیر، جنگ زروم بود. ما دارم درست کنیم دنیا. فیلم های ممتاز روز، ویدیوهای مستند و تاریخی، ویدیوهای کودکان به زبان شیرین فارسی، شوهای رنگارنگ و کنسرت خوانندگان. شما می توانید صدها CD و کاست هنرمندان مورد علاقه خود را از طریق تلفن 949 218 7404 و یا در روی اینترنت www.iranianmovies.com سفارش دهید. فرناز میخواد من بزنه. چرا؟ با هم دیگه بازی کن، شما خواهر هستین. بس خواهر من به خودت میبریم بخریم. برو خونه. بس خالی سرما میخوری ها. بس تو نمیم بچه سپارون. دختر خوب که حرفا رو نمیزنه. این حرف چی بود گفتی با خواهرت؟ ترسم در میاری ها. دختر خوب باش تو رو ببرم. دیگه حرفا رو نمیزنی.
میخواد کمک کنی؟ خب دوستم نون به امانت هست. دعوا نکنیم بیا به من. دستم سوخت. نمیگم الهی. گفتم دست ازم دستت میسوزه. ایشالله دستت هم بسوزه. آدم فضولی بلا سرش میاد. فضولی خود میشه؟ خب بله خونک میشه. پس بذار خودم سود کنم. تو دندون نداری سودت میام اون به انگوش من نمیخورم. وقتی که میگم دمستم آور نرو یه وقت آب جوشت میریزه وقتی که سوختنی داره فهمیدی؟ جیران جان تو چه موقع میری مدرسه؟ بیاد من میرم مدرسه. نصر خان چقدر نون خریدی؟ بداشه مگه فضولی؟ اینه من همشی که برای خودم نگیرم برای همسایه بغلیم گرفتم اونم مریضه نمیتونه بره برای خودش نون بخره. مهر خانم که همونی که دو تا بچه اندازه بچه باره زایده بود. بزرگ میشی قشنگ مانتو درست میکنه مادره بعد چیش میگیره برات خوشگل. چایی خوردی؟ سلام مادر. چایی کی مادر؟ دیر شده. تا اون سرشرم به خدا میرسم. از کی رفتی نون بخری بیای؟ تو یه با خدمتکار مردم. هی از من بیرون اونور از من بیای اینور. شب هم که میشه هی آناره میکنی دستم درد میکنه پام درد میکنه. حالا میموندی صبحانت میخوردی؟ نه مادر دیر شده نه نمیخوری پس بگی ببر سر کارت. بدم مادر. صبر میکردی من زود صبحانه برات درست نه مادر کردم. دیر شده مادر دیر شده. پس صبر کن من برم یه کپونا رو مشکل بیارم. شهرستانی دستم مونده. صبر کن کپونا رو بیارم. از چند وقته دارم بهت میگم یه کپونا باطل میشه. فرصت کنم میرم. بیا برو برای بگی. الان که گرفتارم برای 4-5 روز نمیذارم از کار بنازم که. خودم میرم احتیاجم به تو ندارم. یک عمر بار دنیا رو کشیدم حالا میکشم. نری یا تنها نری راه رو گام میکنی ببینید شاشو دست پات میشکنه. میرم تنها میرم هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته. ماما این کتاب فارسی من کجاست؟ سلام. دیروز که من جمع جور کردم گذاشتم سر تاقچه. اینقدر شلخته نباش. خوبه رنگش؟ خودم جمع جور میکنین چیز میزاشو. بلو برده نمیکنه. دختر صبحونتو بخور. دیرت میشه الان مدرسه. این دختره کجا موند؟ مگه با تو نبود؟ میشه معصومه خانم بود. من چای میخوام. چه پنیمر برداشتی؟ سلام ها رو تقدیم میکنیم به شما هموطنان مؤمن و خوب و صمیمی. شما که دلبسته لطف خدایی رو دلگرم و بزن پشتش. و چون بهار پربرکت و قربان بزن پشتش بچه داره خفه میشه. بر همه شما است. چه خبرته؟ یواش یواش بخور. نه ترسمون نمیشه. آره مدرسه تو نزدیک من بعد نیم ساعت را برم. کجا بودی تا الان؟ پیش دوست جون جونش معصومه خانم. چیه میخندی؟ برو بشین برو صبحونتو بخور. زبون درازی هم نکن. برو. ای چی همش از اینجا نمیری؟ این همه جا. همه بعد تو خونه بگیرن بخوابن. چرا بعد من تو صفحه نونوایی وایستم؟ من با 8 ساعته که تو صفحه نونوایی وایستدم تازه دستم هم سوخته. بده من دیرم شده میخوام برم. وای به حال دیگه نمره حسابت کم بشه. با من 50 تومن پول میخوام. منم میخوام. تو دیگه برای چی میخوای؟ من مدرسه هم گفته بعد بیاریم.
به تو ربطی نداره. 2 ماه دارم میگم شب ورزشی میخوام. بابا به خدا میخوام. برای چی میخوای؟ برای تخته وایت بورد. من دلیلی ندارم، همین که شکمتون میتونم تیر کنم خیلی هنر کردم. پول برای من نذاشتی. مهمون داریم شب. مال شما هم طلبتون. بابا واسه ببینم من ماما برم. شما چرا نمیان؟ بابا صبر کن. گفتم که ندارم. بابا میگه پول میخوام. واسه چی میخوای؟ بابا خدا بده من تخته وایت بورد. لا لا الا الله. نمیکنه مثل اینکه. بابا بده دیگه. بفرما. بابا پس من چی؟ تو چی میگی؟ برو تو ببینم. بابا ما چی؟ بابا ما گرفتم بگیریم تو داری بابا. بپوشین کفش. بری تو. الهی بابا. کجا میری؟ همینجوری میری؟ چه جوری برم؟ شب مهمون داریم. داداشم اینا میان اینجا. خب بیان قدمشو سر چش من. آخه تو خونه هیچی نداریم. نه گوشتی نه میوه‌ای. خودت یه کاریش بکن. لااقل یقتو درست بکن. یکی بدی کفش من کو نمیدونم. چه خواهی میدی؟ دوست دارم. ولش کن همیشه زور. بفرستادا. کاش منم به خاطر میرفتم مدرسه که این همه کار تو خونه سر نمیخ. زود باشین. هنوز نرفتی مدرسه. تو می‌خواستی سفره خود جمع جور کنی. خودت صابونه نخوردی. چیکار صبحونه خوردن من داری؟ زود باش. کفش من کوش است. کجا گذاشتی کفش؟ نمیدونم. حتما فاطمه پاش کرد. فاطمه دو جفت که نمیتونه کفش پاش کنه. ببین کدوم کفش کجا من گذاشتی؟ مدرسه نمیرم. آخ جون مدرسه نمیره. بیا با هم خاله بازی کنیم. مهمون بازی کنیم. مهمون بازی چیه بچه؟ برو کنار باید برید مدرسه این. زود باش بپوش برو مدرسه. بپوش. من نمیرم مدرسه. باید بری مدرسه. زود باش. دیگه فاطمه کفشمو بام. عیب نداره. عیب نداره. بدو. خدا حافظ. من صابونه نخوردم. بیا برو تو صابونه بخور. آخه بگو مرد نمیتونی اداره کنی. مجبور بودی آخه. زود باش. بچه یخ کرد. زود باش. بچه میچا بجون دیگه. آتش بگی. اینجا خوابیدی سرما میخوری یا چه ساعتت نشستی؟ بیا بعد یه قصه کفه با هنجش سفید کرد. اون وقت اومد باشو بچه بخوابونمش. یخ کرد. ما حسله سخته بریم پارک.
پارک؟ کارا رو ول کنم و برم پارک؟ پاشو به جای این حرفا پاشو استکان نلبیکی ها رو جمع کن. با خود تماس مامان که میری مدرسه؟ اینقدر مدرسه میری که آخرش واسه یه تعطیلی قش میکنی. مامان برم پیش سمان اینا. اون یه سمان پا بذاری نه من نه تو. کاش که تو هم مدرسه بری از دست تو هم راحت بشم. پس من چیکار کنم؟ چیکار کنی؟ کمک کن، لباسای خواهرات رو جمع کن، استکانا رو جمع کن، نلبکی ها رو جمع کن. همه این کارا رو که کردیم بعد میریم شه بابا پول ازش میگیریم میریم سبزی میخریم. مامان بی مامان. سلام. سلام. بازم که اومدی چه؟ اومدم پول بدی برم خرید کنم. بفرمایید. همین؟ این که من باش میوه بگیرم یا گوشت؟ گوشت از دفت خواهر میگیریم مثل اون دفعه بهش پس میدیم. دختر ساکت شو، یه خود زیبون به دهن بگی. گفتم خودت یه کاریش بکن. آخه چی کارش کنم؟ یه کارش بکن یه کارش بکن. ببریم جیران. جیران ببریم. سلام خانم. سلام. حال شما؟ حالتون خوبه شما؟ بچه خوب هستن؟ خیلی ممنون. تو اینجا چیکار میکنی؟ بپوش سر میخوری برو خونه. بابا اینا باشه من الان میام. بپوش لباس برو. سلام علیکم. سلام علیکم. خسته نباشی. سلامت باشی. لباس ما حاضره؟ بله ببینم. بله. بفرمایید. خیلی ممنون. خواهش خدمت. دست شما درد نکن. با اجازه. به سلام. راستی از خرقا بیا. اینا تو لباسای شما جا مونده بود. کو حواس نیست که. همه جون این پول نمیخوام بدم بشم. نه خواهد برخواهتون ما خونه یک کلم پول داریم. حسن آقا اجازه بدیم پول بگیرن. دست شما درد نکن من خودم بهش میدم. قبول کنم. بابا بگو قبول کنم. بگیر. زبونی داری تو بگیر. بفرمی دختر خانم. بگیر. دست شما درد نکنه. خداحافظ شما. به خدا سپرده. خوش اومد. جیران خدا بیا دیرم شد. زود باش. بپوش زود باش. مامان نگاه کن پول گرفتم. از کجا بردی؟ ببریم. آبجی کیفو میخوای چیکار؟ برم مدرسه. هنوز وقت مدرسه‌ت نشده. بیا دختر. خودم پول دارم. بیا بریم حالا. الان بچه بیدار میشه گریه میکنه. بیا دختر. سلام دخترم. خوبی شما؟ شما خوبی؟ زنده باشی. خسته نباشی. خیلی ممنون. تو که خیلی هستم. این چه فکرایی بود که فکر میکنم بچه بزرگ میکنم فردا به درد من میخوره؟
هیچ به درد من این پسر نمیخوره. تمام بار مسئولیت به سر خود منه. یک ما میگه مادر جان بیا برو این کاپون بگیر 5-6 کیلو برنج هم از دست ما میره. هر روز یک بهانه داره در میاره. حالا که اینطور شو بودم خودم میرم میگیرم. آخه جونی نداری، چجوری میتونی برنجو بگیری؟ چشیدم که خوب نمیبینه که. خب مجبورم، باید برم بگیرم، باطل میشه، چرا کنم؟ نسمه خانم، نسمه خانم برو خونت، برو خونت. من میخوام باید بیام مادر شده وقتی نخوری زمین. یا دختر بیا، یکی میخواد مواظب خود تو باشه. بیا بریم دختر، اذیت نکن بچه الان قش کرد. دختر الان خونه من خودم راه بلدم. جایی دوری نری هم. زود برگرد بیا خونه. از کنار کوچه بیا موتور بهت نزنه. خدا کنه بیدار نشده باشه. نسمه خانم دنباله چی میگردی؟ کوپ نام میخواستم توی کیفم بذارم، نمیدونم چی کار کردم. حالا این پسره میاد به خونه میگه ارزه نداشتی که همین برنجی بگیر. چیکار کنم چیکار شد؟ کوپن زپاته. بلبلت برم الهی مادر. نسمه خانم دیگه کوپنتو پیدا کردم. اگه یه کوپنتو گم کنی نه من نه تو. نسمه خانم میشه با حدیان یه وقتی چیزا گم شد بعد پیدا کنم. مادر جان الان مادر در به در دنبالت میچرخه، دلش 1000 راه میره. برو دختر مهربونم. هم مهربونم هم چشمم خوب میبونه. بخواد بیام از تو تندتر میرم ببین. خب معلومه تون میدوی، چشمت میبینه. میترسم بچه بلایی سرت بیاد. اگه بذاری من برای میریم پارک با هم بازی میکنیم، تو نیمکت بشیم من سرسره بازی کنم اونجا با بچه ها دوست بشیم تاب بخوریم. زور شد من هم تو نشستم به حرفای دلم گوش میدم. بیا مادر جان بیا برو خونتون، بیا برو خونتون. حوصله ندارم، بیا برو خونتون. هر جاشم تو همین، هر مامانم اجازه گرم همینجا بشیم یا خیلی خوب خیلی خوب چشم. بابا دختره حواس من نداشتی تو زندگی. ای نه خدا میخواستی سر من کلاه بذاری؟ باز که تو آمدی. معصوم خانم میشه منم باهات بیام خودم بودم دختر خوبی باشم. نه خیر نمیشه. چرا نمیای خونه؟ شما هنوز اینجایی معصوم خانم؟ نرفتی هنوز؟ تو چرا نمیای خونه دختر؟ تو با خونه من میخوام با معصوم خانم برم یه آخری یه چیزیش نشه. تو خودت یکی میخواد نگه داری دختر. دختر خوب هستم دستم از معصوم خانم بر نمیکنم. یه تصویر یه روزی با مادر رفتیم گلدون خریدیم هیچی نشد. تو خدا
بذار برم دیگه. برم. شما راه خودت بلدی؟ مادر جان 10 بار این راه رو من رفتم. سوار اتوبوس میشم میرم فروشگاه پیاده میشم. فقط یکی همراه هم باشه که چشماش خوب ببینه که توی چاله چوله نیفتم. یعنی اتفاقی نمیفته؟ نه دستش اینجوری میگیرم ولی نمیکنم. بیا بریم. مواظب خودت باشی ها. چشم. وسط خیابون ندوی. شاید هم از اتوبوس بیرون نبری. شیطونی نکنی ها. خداحافظ. چه قشنگیه. چه خوشگله. کجا؟ خاله. 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 کجا؟ خاله. کجا رفتی؟ صبر کن. صبر کن دختر. جیران. خاله. خاله. صبر کن. باشو دختر. خاله. جیران صبر کن. خاله. نمیتونم بدوم. صبر کن. صبر کن. صبر کن. زیر ماشین میری. صبر کن جیران. جیران. صبر کن. صبر کن. صبر کن زیر اتوبوس میری. قربون دستت عزیزم. کجا رفتی؟ تو که منو کشتی. سرم زیر اتوبوس رفته بودی. من چه خاکی به سر میکردم. چرا دست من ول دادی؟ دیدی چه به سرم آوردی؟ دیگه دست من ول ندیا. حالا دادم.
خانم این مغازه چرا بسته است؟ نوشته که مادر صاحب مغازه فوت شده، تعطیل کردم. چه شانسی دارم من. یه حال من برنج داره. میخوای بریم یه فروشگاه دیگه؟ همین نزدیکی، میگن اونجا هم برنج میده. نه مادر، زور شده. یه بچه مادرش دلواپس میشه. بچه همسایه است. اسمت چیه؟ جریان. اصل تو چیه؟ حسین. فامیلیم کلانتره. فامیل من آباد زاده است. آقا این برنجی از کجا گرفتی؟ اینجا اتوبوس سوار شو برو ته خط همونجا بهت برنج میدم. میگم خوبه حالا که تا اینجا اومدی یه سرم به این مغازه بزنی، شاید باشه بتونی بگیری. محله خودمون چند مغازه برنج داشتن. میخوای با هم دیگه بریم صورت بخریم؟ شکوفه برای دندونا خوبی. ببینم پولتو. بیا بریم دختر. کجا میکشی منه بچه؟ کجا؟ آخ عینکم. 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 دیگه نمیبینم. عینک زیر پا گیر کرده. نمیبینم. عینکش افتاده تو جیوب. کجا افتاده؟ اونجا. اون ته. چی شد؟ چطور شده؟ قلبم. عینکتون چی شده؟ بشین. پول اونجا افتاده. عینکم اونجاست. خیلی خودم رفتم. چطور شد مگه؟ چرا انقدر حالتون بد شده؟ اونجا اون وسط گیر کرده. آره راست بگی. این لیموناد بده. الان میارم. این چیزی نیست که میرم برات در میارم. پول منم میاری؟ آره میارم. پولت هم میارم. من رفتم. بای بای. بیا آب آوردم. قرصتو بخور.
نکن آباد پولم آبادی حسین بیا بیرون ببینم رفتی اونجا چی کار آخه؟ واسه چی رفتی اون زیر آخه بچه جون؟ واسه چی رفتی این زیر آخه؟ تو مگه جا قحطه؟ چرا انقدر اذیت میکنی منو؟ اگه اون زیر گیر میکردی من چه کار میکردم؟ کی میخواد تو از اون زیر بکشه بیرار بیرون؟ دعواش نکن به جاش عینک معصوم خانوم پول من آقا بیا بریم ببینم اینا اینجا شیرست همینجا وایسا زود دستتو بشور ببینم تمیز بشورا بفرما اینم عینکه عینکه؟ کجا بودین؟ من براتون پیدا کردم دست درد نکنه پسرم معصوم خانم حالا بریم برنج بگیریم راهش خیلی دوره؟ چقدر قشنگه اون آقا رو ببین اینو بخورین فقط پوستاشو زمین نریزین ها بفرمایید من که دندون ندارم پسته بخورم بفرمایید ممنون شما هم بفرمایید مرسی پسر با تربیت مهربونی دارین شما خیلی ممنون چند تا بچه دارین؟ همین یکیه باباش عمرش به دنیا نبود خدا رحمتش کنه چه اسکر قشنگیه و هم مدرسه است یه وقت هر فرنس کفشاش گم شده بود فاطمه پاش کرده بود رفته بود مدرسه فرنس همون کفشای فاطمه رو پاش کرد تو تا حالا رفتی مدرسه؟ من امروز اجازه گرفتم از مدرسه رفتم واکسن زدم قرار شد امروز تب کنم تربیت این کار کرد پاک رفتن نیست حالا نه هر وقت که برنج گرفتی میبینیم پاک
قربونت مادر. حالت خوب مادر؟ الحمدلله. برنج بله مادر جان بفهم. چیزی دیگه نمیخوای؟ چی؟ برنج برم دیگه. روغن ندارم. روغنم میخوای؟ ها. چشم مادر. روغن برم. دیگه چی میخوای؟ دیگه کربا قوی رشته کربا. رشتم میخوای؟ ها رشته کربا. چیز دیگه احتیاج نداری؟ ها؟ چیز دیگه احتیاج نداری؟ چرا برنج که ندارم؟ چی بگو اذیت کنم شما را؟ فردا بیا برات آماده میکنم. خیلی خب مادر جون خیلی بفهمید. چقدر گونده هیچکی نمیتونه اینو بخوره. من میرم خونه با 5 تا خرن میخورم. خودت هرچی که میخواستی بخر. خودم پولشو میدم. اینو میتونم بخرم؟ پولت بهش میرسه؟ ببین مادر شما چی گرفتی؟ برنج میخوام. خب برنج بیاد حتما ته تهیه میکردی. نمیفهمم کجا برم نمیدونم. اینقدر خسته شدم. بیا بده دیگه ببر. هیچ کم نبود. نبود. مادر جون ببینم. بده. اینه که مادر کوپونا باطله است. که طرحی نرم که امروز فردا کرد تا اینا رو باطلش کرد. اینم چیز دیگه است مادر کوپونا مال چیز دیگه است. خب اینم همسایه مستغرق خانم داده. اینم که باطله مادر. خانم بفرمایید. یا چیه؟ این برنجه. اینا چی نمیده بگیری؟ آقا مسلم 3 تا 15 کیلو برنج برای مادر بذار ببرم. بگو مادر. بدون چه؟ بفهمید خانم. منم برنج. 5 کیلو؟ شما بفهمید. آقا بفهمید. کوپونای من اینم کیسه. 15 کیلو بهت میدم. این دوتا چی؟ برو تو محلتون بگیر. یه خط برنج رو هم گذاشتی برنج رو بده راحت بشم. این یکی بده؟ سنگین میشه مادر. من میبرم تو کار نداشته باش این یکی هم بده. نریزم یواش یواش. چه صابونه‌یه؟ صابونه برش کن. اینو بگیرم. چه چیزای خوبیه. وایسا ازش کنی یه ذره شو. خیلی خوشمزه است. سرنا آقا کچوله داره سرنا خان کچوله من بردارم. اوه وای 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 چقدر سوختم. عجب گنج خیلی تونده. وای وای چه زبان زدی؟ اوه زبانت سوخت خیلی داره میزنه. آدم داره میگیره. من یه دفعه فرصت کنم خودم زبان سوخت. داره میزنه زبونم. نباید زبون میزدی. خیلی تون بوده. نباید میخوره. هر چیزی که آدم نباید بخوره. چیزی اینقدر زبون آدم میزنه. چی شد؟ زبونم داره میزنه. چی خوردی؟ آدم بردلا. مگه نگفتم چیزی بی اجازه نخور؟ اشتباه کردم. چرا آخه؟ خیلی مزه شیرینه. ببینم کجای زبونت سوخته؟ تا دیگه تو باشی از این کارا نکنی. باشه. بیا بریم. اینو چی برداشتی نخ آوردی؟ بسنی جاش. بده ببینم. باز خودشون رفتن چیز جمع کردن آوردن. بیاین بریم. بودوی. بفرمایید. اینو بده به صندوق.
این چه کارم نمیبینه. نمیفهمم صندوق مندوق کجاست. این همینه ببر بریش به صندوق. آقا قربون دستتون هم برای من بکشه من بیام. چقدر داره؟ محکم ببند که این نگفتم سنگینه توش میمونی؟ میبرم. صبر کن بذار خودم بیام کمکت کنم. صبر کن. ولش. ببخش من نمیتونم بقیه رابط بیام وقتی برای که خواهرم اینجا مریضه خونش هم همین نزدیکی است گفتم یه سر برم بهش بزنم. نمیدونم شما چی کار میکنی؟ مجبورم دیگه یک با این بار که نمیتونم ببرم مجبورم این وانتی یه چیزی بگیرم. خیلی ممنون دست شما درد نکنه. اگه اون سمت خیابون بری اونجا ایستگاه اتوبوسه میتونی با اتو بری. یه وانت داره میاد.
مادر سوار شد. نداری؟ نه پولش نه نمیخواد. قابل نداره. موفق باش. خدا حافظ. خدا حافظ. جیران دختر پاشو بیا پیش من. اجازه این در باز بشه تو پرد بشی پایین. پاشو بیا پنی من. نه بابا اگه من خواستم بیافتم فریاد میزنم که کمکم کنه. میخوای بریم پیش مادر بزرگت؟ اون که مادر بزرگم نیست، اون معصومه خانومه. تازه اگه کیسه نشینه کار میشه معصومه خانوم گریه میکنه. چی جون میافتی یا؟ نه بابا من هیچ وقت نیفتادم. دیدی افتادی؟ شما وایسه اینجا؟ میخواد ببرم شما چیزا کجا نمیبرم آخ بیچاره شدم برنجانی کته چرا اینایی بگی کنار خانم؟ چرا گریه میکنی؟ چی شده؟ نصر خانم برنجانی میخواست بچه نیفته. ببین چیکار کردی خانم؟ چرا برنجی ریختی؟ خواستم کمکش کنم. راست میگه خانم، میخواست کمکش کنه. بابا گفتم بچه یه دفعه خوابش میبره خدایی نکرده میفته سر و صورتش زخمی میشه. چی گرفتاری بود؟ بچه داشت میافتاد پایین. که با کافات اینا رو من بخران کردم. ببین چی به سرم آمده؟ وای این چه کم شانسی بود. امروز چرا این چه به سرم میاد؟ آجنده حاج خانم کیسه بگیم برنجاتون برید. من که نمیخواستم کیسه رو پاره کنم. نمیدونستم اینجا میخواستش. خانم که سرم بگار خیلی ازم. کیسه لایلون بدیم. کیسه کوچیکی چطور کنم من؟ خانم قربون دست ببین. حالا چیزی نشده مادر. کمک میکنیم با هم دیگه جمعش میکنیم. ببین کیسه موجود فدای سرت درست میشه. کیسه من که چیزی بودم؟ برنجاش. این کیسه به تو چه سنگینی میکرد؟ بخشی مادر. الان همه رو جمع میکنم. چی شدی این بر اینطورش کردی؟ همین سر رو بگیر من اینه خالی کنم. برنجانی ببین نداره عزیزم، ناراحت نشو، فدای سر جمع میکنی. گریه نکن مادر جان. گریه نکنیم کباب شد. ناراحت نشی. عیبی نداره، فدای سرت ریخ. الان برنجا رو جمع میکنیم. خب ناراحت نشو، گریه نکن. یک باید به همه کار بده. این جوون زحمت چشم بزرگ بکنی. من به اون خانمه گفته بودم برنجانو نیفتم. عیبی نداره، عیبی ناراحت نشو تو. خب ببخشید خانم معذرت.
ساندویچ میخوام. میریم خونه یه چیزی میخوریم. میخوای یکم از این ساندویچ بخوری؟ نه نمیشه. من ساندویچ میخوام. خب بی بری من چیکار کنم؟ تا من خونه برسیم از گشنگی مردم. تنهایت میخواد از گشنگی بمیرم؟ من میمونم پشون. همراه نمیام که بگم اینو میخوام اونو میخوام. تو خواهر برام ساندویچ بخوام. اگه ساندویچ میخواین پشت این کوچه یه بازارچه هست، میتونید اونجا برید بخرید. میشه خانم شما یه چند دقیقه اینجا تشریف داشته باشین؟ من برم یه چیزی بیارم ببین برنجا بریزم توش ببرم. باشه عیبی نداره، ولی من عجله دارم. اون یکی بچه‌م مهدی بوده که بعد برم بیارمش. زود برمیگردی؟ الان برمیگردم. جایی نری یا آقا کیسه داری؟ چی کیسه مادر؟ کیسه برنج میخوام. کیسه برنج نداریم، اونو که داریم برای خودمون احتیاج میشه. آقا عجله دارم، پس چرا اونور خیابون گذاشتم؟ خدا عمرت بده، اگه داری به من بده. منو بگردم پیدا میکنم. عجله دارم، زودتر باش. اینا هست مادر، به دردت میخوره؟ خدا عمرت بده، دستت درد نکنه. خیلی ممنون. بقیه بلوز جا مونده رو خانم دیگه. دست داریم کافا کارمنده کارگری. پس چرا مادر بزرگت نیومد؟ مادر بزرگ نه مثل خانم. تو همجا وایستا مامان، بیا بریم. همجا وایستا، حجتم تکون نخور تا مادر بزرگت بیاد. مادر بزرگ نه معصوم خانم. جایی نریا، همونجا وایستا الان میاد. یه وقت نری تو خیابون، از کنار دیوار تکون نخور.
کجایی تو بچه؟ اون بالا رفتی چی کار کنی؟ اونجا از بالا بیافتی؟ بیا پایین. نسیم خانم بیا بالا. ببین بیا بالا این پارکه نگاه کن. ما نرسیم اینجا یه پارکه. من با این پا دادم میتونم بیام بالا؟ بیا پایین ببینمت. تو بیا بالا. بیا پایین. تو بیا. بیا پایین میگم. تو بیا از اینجا را داره. کفشی زرکره نگاه کن. به کفش خودش میدوزه. اله کلنگه رو نگاه کن. بچه ها تبش شدن. اون گاگه نگاه کن. در دنبال اون خرگوشه میکنه. ماهیه رو نگاه کن. داره میره بچه‌شم داره میده دنبال مادرت. نسه خان اون مرغابیه رو نگاه کن. دارم میچرخن. بیا بچه بیا این طرف. از اون بالا پس میشی. بیا این طرف بیا بالا. نگاه کن چه پرکی قشنگیه. میافتی. بیا این ور. بسته خانم نگاه کن چه پارک قشنگیه. نگاه کن چقدر قشنگه. اون پارک هم نگاه کن بچه هم توش فوتبال بازی میکنه. نگاه کن اون یکی داره به اون یکی شوت میکنه. من تو چیزی نمیبینم غیر از درخت. خودم میدونم پشت اون درخت هست. مگه نگفتی من گرسنمه؟ بیا بریم. بیا بریم. نسه خانم بریم پارک. ساندویچم من خودم. نمیشه بریم پارک نسه خانم. نه نمیشه. خوبه خودت هم کوچولو بودی. نسه خانم تو نمیباد پارک. نسه خانم من خیلی تو دوست دارم. تو خدا بریم پارک. هک منو نبر پارک تا تیش جهنم میسوزن. اگه بریم پارک خوشحال میشم. تو هم خوشحال میشی که برنج گرفته یا؟ اگه بریم پارک خوشحال میشیم. پارک خیلی قشنگه همینجاست. ببین بچه دارن توش بازی میکنن. مسئول خونده روان نمیزوزه اینقدر قلب در سنگه. نه نمیشه. بریم پارک برام دیگه بازی کنید. تا اونجا باشیم من باید هیچی نمیگم. پس این برنجا رو من چیکار کنم؟ من میخوام همه سرایی اینقدر سرسره بشم. اینقدر تا باید اتوبوس سوار شیم بریم. الان هر جا باشی اتوبوس. بریم پارک دیگه مسئول خانم. چرا اینقدر قلب در سنگه؟
مادر. پسرم قربون دستان. مادر دیگه کاری نداری؟ ممنون ازت. خیلی یادت. ممنون. خداحافظ. به خدا سپردم. شد که برگشتی؟ اینو چجوری میخوای ببری؟ والا یه کارش میکنم. خیلی گرفتی. بری کپونیه. یه دفعه زیاد شد. خدا رسونده. چند نفریم؟ من و پسرم مستمره بگیرم. حالا که زیاد شده نزدی دارم. اداشون شما برین، کار دارین. کارم تموم شده، معلمم. داشتم میرفتم خونه. حالا دیرتر میرم، عیبی نداره. میمونم براتون میارمش. چطور میتونم محبتات جبران کنم؟ دعا کن. بیا پایین. بیا پایین. بیا پایین. مثلا خانم میدی منم هم بزنم؟ نه دخترم میترسم تو بسوزی. یادت برنج چقدر زحمت کشیدم؟ میدم یادم هست. تو برو کاسه ها رو بیار تو شلو زرد دستت درد نکنه دخترم. سغدا خانه من ببرین ها. حتما یادم هست. رقیه خانم، زینب خانم همگی بگید. این کاسی دیگه به من بگید.
سلام. شل زرد ما کو پس؟ اگه زیاد اومد درش من میاریم. خیلی ممنون. آقا این بر خودتون هیچی نشد باش بخرم. بناز تو قلکت یه روز به دردت میخوره. باریکلا. سلام دخترم. قبول باشه. پیر شید.